السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران اهل اسلام، چگونه که امروز به همه ما و شما معلوم است، امروزها در جمهوری عزیز تاجیکستانمان ظلم و ستم رئیس جمهور تاجیکستان به سر ملت مظلوم شریف تاجیکستان روز تا روز زیاد شده استاده است. علل خصوص به سر علمای تاجیکستان و به شخصان خداپرست و اسلام دوستدار و شخصانی که امروز دفاع از حقوق خود میکنند، از حقوق شهروندی خود میکنند، با هر تهمت و ملامت های خود بافته و خود ساخته طرفداران این دیکتاتور با طریق پول و مال، چگونه ای که با همه ما و شما معلوم است، با حبسخانه ها میکشند و در آنجا ظلم و ستم را برای آنها روا میبینند. ما همه این ظلم و ستم را پس سر گذاشته حالا میبینیم که امروز در جمهوری تاجیکستان باز به ناموس ما و به ناموس اسلام دست میرسانند، علل خصوص به تراشیدن ریش و گرفتن ستر و حجاب از سر خواهرای ما و ریش و حجاب را با طریق پول قرار داشتند. ما در حقیقت از این رئیس جمهور ناراضی هستیم و ناراضگی خود را بیان میکنیم و بر همون شخصانی که طرفداری از این دیکتاتور میکنند به آنها خواهش میکنیم شاید صدای ما به گوش آنها روزی رسد که از قصرهای بلند در کرسیهای ملایم شیشته و جایهای زیبنده را نظر نکنند، یک بار خیسته با دیگر جایها سعی و کوشش کنند که امروز ملت تاجیکستان بعضی گرسنه هستند و آن شخصانی که طرفداری میکنند که گویا رئیس جمهور آزادی و آبادی کرده باشد، گویا یک بیرق ساخته باشد. آخی از همون بیرق در 1 میلیون و 1 میلیارد ساخته وی را گرفته پول وی را به یک بیچاره و با یک زواد و فابریکه ساخته، این بهتر است. اون شخصانی که در کرسی‌های بلند نشستند اونها با روسیه یک بار سفر کنند، مجلس کنند با شهروندان تاجیکستان که اینها در چه گونه ظلم و ستم قرار دارند. من در طول چندین سال که در شهر روسیه با کار مشغول هستم، والله قسم شخصان 50 ساله 60 ساله را میبینم در خنوکی با گریه کار میکنند. مگر همین است آزادی؟ مگر همین است آبادی تاجیکستان؟ من سخن را در اینجا بسیار نمیکنم، چگونه ای که گمان میکنم این چهره رئیس جمهور چهره دیکتاتوری و خودکامش شاید به تمام مردم گوشه و کنار دنیا معلوم باشد و همین را گفتنی هستم که ما از برنامه شبکه محمد انصاری منتداری خود را بیان میکنیم و در حقیقت همین را گفتنی هستم که امروز این رئیس جمهور مثل که در کتاب ها میخوانیم، مثل همون دجالی که گویا فردا روز قیامت میبراید، در یک طرفش دوزخ دارد، در یک طرفش بهشت، هر کس به گپ آن کند در بهشت میپرتید، هر کس نکند در دوزخ. این قانون و رفتار همان را میکند که اگر امروز کدمه به این سخنهای این سر خم کند، قرصک زند، با آن خانه و ماشین ها داده می شود و کسی سخن حقیقت را گوید به حبسخانه کشیده می شود. و ما از شبکه تلویزیون محمد انصاری خواهش میکنیم که با این سخنهای سفسطه و دروغ آنها باور نکنند. ما در حقیقت سخنهای درست را پیشکش آنها میکنیم. ما مثل ویا دروغگو و
دروغگوی و تروریست نیستیم و از خدا الحمدلله میترسیم. هرچی حقیقت است میخواهیم به گوش اونها رسانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.